به نام خدا، امروز یه ویدیو درباره مقایسه دو تیم پر افتخار، قدرتمند و با اصالت فوتبال انگلستان براتون آماده کردم. دو تیم که به فوتبال معنا بخشیدن و باعث جذابتر شدن اون شدن. دو غول انگلیسی با افتخارات متعدد و جام‌های زیاد، لیورپول و منچستر یونایتد. هر دو تیم در گرفتن جام پریمیر لیگ با هم در عدد 20 برابرن و هر دو تیم 20 بار این جام رو به دست آوردن و پر افتخارترین هم هستند. اما قضیه در چمپیونز لیگ فرق میکنه. لیورپولی ها 2 برابر منچستر یونایتد تونستن این جام به دست بیارن. منچستر یونایتد 3 بار و لیورپول 6 بار این جام رو تونستن نصیب خودشون بکنن. در جام حذفی منچستر یونایتد این بار بیشتره. منچستر یونایتد تونسته 13 بار این جام به دست بیاره و لیورپول 8 مرتبه موفق به گرفتن این جام شده. در جام اتحادیه منچستر یونایتد 6 بار تونسته این جام به دست بیاره و لیورپول 10 بار و پر افتخارترین هم لیورپول توی این جام. در جام خیریه فوتبال انگلیس یا سوپرکاپ منچستر یونایتد 5 مرتبه بیشتر این جام به دست آورده و 21 بار موفق شد و این جام به دست بیاره و لیورپول 16 بار. در جام باشگاه جهان هر دو تیم با 1 بار با هم مساوی هستند. در سوپرکاپ اروپا لیورپول 4 بار و منچستر یونایتد 1 بار این جام به دست آوردند و لیورپول 3 بار بیشتر این جام به دست آورده و تیم موفق تری بوده در این جام. در لیگ اروپا منچستر یونایتد 1 بار و لیورپول 3 بار و در مجموع به علاوه 1 جام در جام اروپا و 1 جام بین قاره منچستر یونایتد به دست آورده، هر دو تیم در عدد 68 با هم برابرن. حالا شما بگید لیورپول قدرتمندتره یا منچستر یونایتد؟